به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه شاه منصور عریضه مرد 42 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که اولای ماه سپتامبر سال 2021 در حدود نویه شاه منصور مرد 60 ساله ساکن همین نویه با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد افت تمغه BMW را به مبلغ 125,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند. اما نام برده از این مبلغ 45,000 سومانیش را داده باقی مانده 80,000 سومانی را برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه واسع با عریضه مرد 30 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که سانحه 7 اپریل سال 2023 تخمیناً ساعت 08:00 دقیقه هنگام در بازار خلبوق بودنش شخص نامعلوم به طریق پنهانی از نزد دکانش یک مقدار اشیاءها و لباسهای زنانه و کودکانه را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 8500 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 41 ساله ساکن همین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن نویه بلجوان همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده ماه نوامبر سال 2022 با روی پنهانی از زمین‌های چراگاه یک سر چهارهای کلان شاخدار مرد 44 ساله ساکن نویه مذکور را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 5,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد.